یک سوالی که چندین هفته است به هم مکررن جوانان هم از طبقه خواهران و هم از طبقه برادران سوال میکنن، بعضیشان را جواب گفتم و بعضیشان اینجا جواب میگویم تا همه این سوالی که در دلشان ناحل مانده و تقریبا خیلی جوانان به این مرض دچار هستند. من تنها یک فرد را در پشت گوشی جواب گفتم، ولی الان میخواهم این را عام جواب بگویم. سوال میکنن جوانان ما، نوجوانان ما، خواهران ما، مادران و پدران ما که جناب مولانا ما به یک مرض به نام مرض افسردگی و دلتنگی دچار شد. این سوال خیلی زیاد شد. من خواستم که در آغاز این را جواب بگویم که مبادا فراموش شود. یعنی ما دلتنگ شدیم از زندگی. گهگاهی میپرسن که دوست داریم خودکشی بکنیم، میگوین از زندگی سیر آمدیم، این زندگی معنای نداره. خیلی ها تماس میکشن سندشان به 50 رسیده این سوال را میکنن. مادرانی که سندشان به 50 رسیده این سوال را میکنن که یک مرض به نام مرض دلتنگی سی از ما دور نمیشه. نه به خوردن میشه، نه به سیاحت میشه، نه به تماشای فیلم ها میشه، نه به موسیقی دور میشه. هر روز ما را تحت فشار قرار داده و تا جایی میرسد که گهگاه بعضی ها میگن به دل ما وسوسه میشه که به قرآن دشنام بده، به الله دشنام بده، بگو این دین دروغ است، این نماز معنای نداره. با جوان هم تماس کشید، گفت که من 2 ماه هست به این مرض گرفتار شده، از هیچ چیز خوشم نمیاد، نه از قرآن خواندن، نه از نماز، نه از صحبت، از هیچ چیز خوشم نمیاد. من میخواهم اول جواب این را بگویم، بعد میروم پیش. علت و انگیزه‌ای که مرض افسردگی را به وجود می آورد، چی سبب شده که امروز مسلمان ها دلخور شده؟ چی سبب شده که یک عده دلتنگ از زندگی سیر آمده؟ این یک علت و انگیزه دارد. بله، علت و انگیزه دارد. اول چیزی که سبب می شود که ما از زندگی سیر می آییم، دور شدن از یاد خدا و ذکر خدا و انجام معصیت است که ما را دلتنگ میکنه. ما خوش و خوشحال هستیم، یک بار میبینیم که یک غمی به سراغ ما میآید، اصلا فکر نمی کنیم از کجا آمد. نه اتفاق افتاده، نه پول ما را کسی گرفته، نه کسی ما را لطوکوب کرده، ولی ناگاه میبینیم که یک غم داخل ما میآید، آنقدر ما را فشار میدهد، آنقدر ما را فشار میدهد که میرویم در بستر میخوابیم، دوست نماز 3 نماز در خوابیم، حتی نمازم نمیخوابیم. این کسالت و سستی تمام بدن ما درد میکند، خود به خود غمگینیم. علتش صدور معصیت است که دیروز انجام دادیش، 5 ساعت پیش انجامش دادی، 4 ساعت پیش انجامش دادی، 1 هفته پیش انجامش دادی، ولی توبه نکردی. ای با یک بارگی این معصیت غم را سر سینه تو می آورد. ای را من نمیگم، الله رب العزت و الجلال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که اعراض میکند از یاد ما، کسی که پشت میکند، الله میفرماید به ما، کسی که از عبادت ما دوری میکند، فإن له معیشة ضنکا، ما زندگیش را زندگی طاقت فرسا میگردانیم، ما دلش را تنگ میکنیم، ما او را به مرض افسردگی دچار میکنیم که هیچ طبیب نمیتواند ادویه‌ای را تجویز بکند تا این درد ما را درمان بکند. امروز 220 میلیون انسان به مرض افسردگی
به مرض دلخوری، به مرض دلتنگی در دنیا گرفتار هستند، ثروتمندان هستند، قدرتمندان هستند، شهرتمندان هستند، ولی نمیتوانند از این مرض نجات پیدا بکنند. یک شفاخانه دهها شفاخانه، یک کشور دهها کشور سفر کردند، سیاحت کردند، چمن دیدن، گل دیدن، بهار دیدن، آبشار دیدن، ولی این مرض افسردگی رهایشان نکرده است. در نهایت خودکشی کردن، در نهایت خودکشی کردن. یک وقت دیگر هم گفته بودم که در سوئیس ماشین اختراع کردن برای آسان جان گرفتن، برای خودکشی کردن. یعنی تقریبا 2000 نفر در یک سال در سوئیس بهشت روی زمین مشهور است. بهشت روی زمین 2000 نفر داخل این ماشین رفته خودکشی کردن. همه چیز در سوئیس است. اما چرا از زندگی لذت نمیبرند؟ چرا آرام نمیشود درونشان؟ چون معصیت انسان را ناآرام میکند. عزیزان من، بنابراین اولین انگیزه‌ای که مرض دلتنگی و افسردگی به انسان پیدا میکند، هم به خواهر میگویم، هم به مادر میگویم، هم داخل کشور، هم عزیزانی که از بیرون کشور این سوال را میکنند. انگیزه اولش صدور معصیت و گناه است. وقتی انسان گناه میکند قفسه سینه‌اش تنگ میشه. الله میفرماید که انما یصعد فی السماء، قفسه سینه‌اش قسم تنگ میشه، مثل که به طرف آسمان صعود بکنه اکسیژن نداشته باشه. کسی که به طرف آسمان صعود بکنه به جای میرسه که اکسیژن وجود نداره. اگر اکسیژن مصنوعی نداشته باشه دلتنگ میشه، به جایی میرسد که قریب از جان بدهد. الله میفرماید وقتی بنده معصیت میکند، گمراهی میکند و از سمت ما دور میرود، سینه ایش را تنگ میکنه، مثل کسی که به طرف آسمان صعود کرده اکسیژن نداره. این اولین انگیزه. دوم چیزی که ما را افسرده میکنه، خیلی مادرها تماس میکشند که ما افسرده هستیم. علت دومش عزیزان من قضاوت‌های بیجای مردم است. یعنی در گوش خود میشنوی که فلانی تو را فلان چیز قضاوت کرده و تو تهمت زده. یک خواهر با من تماس کشید، گفت من 2 سال است ازدواج کردم ولی خشوع من ده‌ها تا تهمت تا هنوز به من زده، من از زندگی خود سیر آمدم، قریب است که خودکشی کنم. یعنی قضاوت‌های مردم، قضاوت‌های بیجای مردم، سخن‌های زشت مردم که با پشت من و تو میزنن. عزیز من، یک نکته را برای تو بگویم، فقط به وجدان خود ببین، به وجدان خود نگاه بکن، به خود نگاه بکن، شناخت خود را از درون خود ببین. اگر تو انسان خوبی هستی، اگر خودت به خودت اعتماد داری، اگر خودت میدانی که واقعا من بنده خوبم، مردم غلط قضاوت کردن، تو پس نگران چی هستی؟ اگر تو بنده خوب هستی، تو را کی خوب میگوید؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قضاوت‌های نادرستی که نکردن، به یوسف نبی چه قضاوت‌های نادرستی که نکردن. تهمت زدن به یوسف. زلیخا گفت یوسف به من تجاوز کرد، داخل حرم من داخل شد، ولی یوسف میدانست که نفس من پاک است. یوسف میدانست که من این خیانت را نکردم. یوسف میدانست که الله میداند من این گناه را نکردم. راحت بود. گفتن تو را به زندان میاندازیم و هر جایی که میاندازیم اشکال نداره. السجن احب الیه، همون زندان به من بهتر از آن شیئی که زلیخا و دختران مصر از من طلب میکنن. و چه قضاوتی که به حضرت موسی نکردن. قارون دختر را پول داد، گفت در ملأ عام بلند شو به حضرت موسی تهمت زنا بزن. اعوذ بالله. با پیامبر الله گفت تهمت زنا بزن. چه قضاوتی که به حضرت شعیب نکردن مردمش، چه قضاوتی که به حضرت ابراهیم خلیل نکردن مردمش. ولی حضرت ابراهیم خلیل میدانست که این تهمت را که میزنن اهل این تهمت نیست. ابراهیم میدانست که نفس من پاک است. ابراهیم میدانست که من به خود اعتماد دارم و الله ابراهیم هم میدانست که ابراهیم خطاکار نیست.